بندری دختر احمد آباد، تو عروس بندری ای گل باغ شمشاد، تو عروس بندری دیری دیری دیری. خب بلش کن. میگیم زن متولد دی میتواند چنان زنانه باشد و دلربایی از خود نشان بدهد که همسرش را بر کرسی اقتدار بنشاند و تسلط مرئی و نامرئی بر شوهر خود داشته باشد. در این مورد نیز بر رغم رفتار گوناگونی که ممکن است از وی مشاهده شود، یک هدف اصلی در اعماق وجود این زن نهفته است و آن دستیابی به مردی است که بتواند از لحاظ اجتماعی و شغلی آدم مهمی باشد و موجب افتخار او بشود و برای بچه‌هایی که به دنیا می‌آورد پدری دلسوز و مهربان باشد. اگر با یک دختر متولد دی دوست هستید، به این نکته اساسی توجه داشته باشید که هدف نهایی او همیشه تأمین زندگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت‌های چشمگیر است و برای او اصلا فرقی نمی کند که این خواسته ها در پشت میز ریاست یک مؤسسه تجاری برآورده شود یا در شغل آموزگاری و موزه‌داری. او به هر حال می‌خواهد که شوهرش در هر رشته کاری که است مقام اول را داشته باشد. اینو راست گفت، این لایکه. حتی خود او نیز اگر شاغل باشد عزت طلب و ترقی خواه است و میل دارد در محیط کار خود شاخص و برجسته باشد. به همین جهت برخی از زنان متولد دی به شاعری، نقاشی، آهنگسازی روی می‌آورند تا از این راه کسب شهرت کنند. علاقه این زن به پیشرفت و جاه طلبی خیلی زود جلب توجه می‌کند. همیشه سعی دارد یک پله از مکانی که در آن قرار دارد بالا برود تا سرانجام به هدف نهایی خود برسد. اما در این کار هرگز خودنمایی نمی‌کند و جار و جنجال راه نمی‌اندازد. در کمال آرامش و بدون سر و صدا قدم به قدم هدف خود را تعقیب می‌کند و به قول معروف آهسته اما پیوسته می‌رود. خب امید است این توهم به شما دست نداده باشد که او همه چیز را فدای جاه طلبی و شهرت پرستی می کند. اگر در طی روزها و ماه‌های قبل از ازدواج بتوانید او را تا حدی مطمئن سازید که پس از گفتن بله در منزل از اختیارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم آقایی هستید که آینده درخشانی دارید، اون وقت خواهید دید که چطور حاضر می شود با کمترین شرایط پای سفره